حالا روزانه من اومدم یه سری نواحی رو مشخص کردم و اینا نواحی نقدینگیه. ببینید بچه‌ها، اینجا زمانی که بازار دوباره به این نواحی برگشته واکنش نشون داده. ببینید اینجا دوباره یه ناحیه نقدینگی داریم، اینجا وقتی بازار رسیده دوباره واکنش نشون داده، اینجا همینطور، اینجا همینطور. یه سری دوستان تو اینترنت اینا رو اوردر بلاک یا فیر ولیو گپ اسمای مختلف روش میذارن، ولی جالبیش اینجاست که حتی یک نفر رو هم ندیدم که این نواحی رو درست تشخیص بده و درست تعیین کنه. حالا میخوام بچه‌ها با یه ابزار به شکل ایکس ری این نواحی رو ببینیم. ببینید بچه‌ها، جایی که این اندیکاتور تغییر رنگ داده، این یه ناحیه مقاومتی یه لیکویدیتی زونه که وقتی بازار دوباره بهش رسیده واکنش داده. اینجا همینطور، ببینید بچه‌ها، اینجا همینطور، اینجا دوباره همینطور. جایی که تغییر رنگ داده دوباره وقتی مارکت برگشته اینجا دوباره حرکت کرده روی بالا. شما مثلا اینجا تو تایم های پایین تر میدونید که بازار صعودیه، دنبال سیگنال های وای میگردید. حالا فقط تو تایم فریم های بالا قابل اجرا نیست. ببینید بچه ها، این همین 3-4 روز گذشته است. قیمت طلا ببینید بچه ها، اینجا دوباره یه ناحیه لیکویدیتی زون داشتیم، دوباره بازار ریخته، اینجا دوباره همینطور، اینجا دوباره همینطور. یعنی با این ابزار راحت میتونید این نواحی رو تشخیص بدید. حسن دیگه‌اش اینه که خودش اتوبایو سل بهتون میده. بذارید من اینجا اینم بزنم که ببینید روندا رو براتون مشخص میکنه. ببینید الان اینجا ما یه روند نزولی داریم، شما اینجا دنبال سل میگردید تو تایم پایین تر. فرقی نمیکنه شما یه اسکالپر باشی یا یه معامله‌گر روزانه، تمام این سیگنال ها رو میتونی ببینید بچه‌ها، خودش بهتون سل داده. شما وقتی جهت مارکت رو بدونید، نواحی رو بدونید، راحت میتونید این سیگنال ها رو ازش استفاده کنید. همونطور که گفتم بچه‌ها، فقط مخصوص دی ترید نیست بچه‌ها، این چارت بیت کوینه. ببینید کجا بهتون سیگنال خرید داده، این چارت ماهیانه است. تا این بالا شما میتونستید تو مارکت باشید. حالا اگه میخواید این ابزار رو تست کنید، میتونید بیاید داخل تریدینگ ویو و پیج منو دنبال کنید، دوالکس آندرلاین سیگنال. اینجا کلی بچه‌ها براتون مطلب آموزشی گذاشتم، سیگنال میذارم. مثلا بچه‌ها بذارید اینو نشون بدم. ببینید این رو چارت یورو به NZD بر اساس همین اندیکاتور